بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. سلامی دیگر از کنار حرم آقا علی بن موسی رضا علیه السلام به شما همراهان عزیز. امشب هلال ماه آرام گرفته در کنار گلدسته طلایی حرم آقا. انگار ماه هم آمده تا سهمی از سلام به حضرت در این شب نورانی داشته باشد. ماه از بالا میتابد، گلدسته طلایی آقا از زمین میدرخشد و میان این دو نور خداوند آرامش را در یک منظره زیبا به ما نشان میدهد تا برای چند لحظه از شلوغی دنیا فاصله بگیریم و یادمان باشد هنوز جایی هست که دل در آن آرام میگیرد. آقا جان، این هلال ماه را بهانه میکنیم برای سلام دادن به شما و برای همه دلهایی که امشب آرزویی دارند، دلتنگی دارند یا شاید بی صدا منتظر یک معجزه‌اند. از کنار گلدسته طلایی‌تان میگوییم السلام علیک یا علی بن موسی رضا. خودت آرامش دلهای بیقرار باش و آرامش در حرم نورانیت را قسمت همه آنهایی کن که آرزوی زیارتت را دارند. آقا جان، یا حضرت عشق یا امام رضا، دلمان را به شما سپردیم. نوازنده شما هستم. التماس دعا. خدا نگهدار. یا حق.